مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتاری هشتم. گفتاری نهم. بردن پادشاه آن طبیب را بر سری بیمار تا حال او را ببیند. قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. شاه ماجرای بیماری و رنجوری کنیزک را برای طبیب الهی شرح داد و سپس او را بر بالین بیمار برد. رنگ روی و نبض قارو را بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. آن طبیب الهی طبق عادت طبیبان رنگ رو و نبض و ادرار بیمار را معاینه کرد و نیز علائم و اسباب بیماری او را از زبان وی و همراهش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده اند. طبیب الهی گفت هر دارو و درمانی که آن حکیمان مغرور کرده اند نه تنها حال کنیزک را بهبود دادند بلکه حالش را خراب کردند. بیخبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. آن طبیبان مغرور از احوال درون کنیزک آگاهی نداشتند. پناه میبرم به خدا از کاذبینی که برهم میبافتند. یعنی آنان چیزی از شناخت و درمان دردها و بیماریهای مردم سردر نمی آورند، بلکه فقط ادعا میکنند که مایم دانا به احوال بیماران. دید رنج و کر شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. طبیب الهی رنج کنیزک را دریافت و به علت آن پی برد، ولی آن راز را پنهان داشت و از آن چیزی به شاه نگفت. زیرا ولی الله اسرار باطنی کسی را از حق بر کسی فاش نکنند و حتی پیش از خودشان هم آن را تکرار ننمایند. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. رنج و درد آن بیمار از غلبه صفرا و سودا نبود، زیرا بوی هر هیزم از دودش معلوم می شود. یعنی علامت‌ها و آثار هر چیز بر ذات آن چیز دلالت می کند. اگرچه وقت انسان به عشق دوچار می آید رنگ و رویش دیگر می شود، ولی این حالت را نباید با بیمار جسمانی اشتباه گرفت. سودا مخفف سودا از سیاه، یکی از اختلال اربعت در طب قدیم که چون سیاه رنگ است بدان سودا گویند و مرکز آن را در تحال می پنداشتند. به معنی مالیخولیا و جنون نیز آمده است. صفرا مخفف صفراء زرد، یکی از اخلاط اربعه که مایه زرد رنگ است و در کبد ترشح می شود بدان تلخه و زرداب نیز گویند. منظور بیت این است که سبب بیماری آن کنیزک جنبه جسمانی نداشت. مصرع دوم در جواب سؤال اول است بدین مضمون که از کجا معلوم است رنجوری کنیزک از صفرا و سودا و عاملهای جسمانی نشأت نمی گرفت. مصرع دوم تمثیلی دلیل گونه است بر اثبات مضمون مصرع اول. دید از زارش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. طبیب الهی از رنجوری کنیزک پی برد که بیماری او علت جسمانی ندارد و تنش سالم است، ولیکن گرفتار بیماری دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. از ناله های دل عشق آشکارا می شود. هیچ بیماری به اندازه بیماری دل اهمیت ندارد. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. بیماری عشق از نوع بیماری های جسمانی نیست، بلکه عشق مانند استرلاب است.
اسرار شمس حقیقت را نشان می دهد. طبیبان قدیم عشق را از نوع بیماری روحی و دماغی دانستند. ژالینوس، ارسطو و ابن سینا چنین پنداشتند. از این رو اخوان الصفا درباره اینان گفتند پنداشتند که عشق نوع از بیماری های روحی و عصبی است. حالان که مفهوم عشق در نظر مولانا و همه عارفان آن چیزی نیست که طبیبان از آن بحث کردند، زیرا آن عشق در حوزه کار طبیبان و حتی روانشناسان بالین و آزمایشگاهی نیست. در اینجا فقط اشتراک لفظ وجود دارد ولا غیر. اشتراک لفظ دائم رهزن است. مولانا عقیده دارد که عشق عرفانی روح را چنان لطیف و حساس می کند که می تواند اسرار ربانی را نشان دهد، چنان که استرلاب به کار ستاره شناسی می آید. پس همان طوری که استرلاب احوال شمس آسمان را نشان می دهد، استرلاب عشق نیز اسرار شمس حقیقت را عیان می سازد. استرلاب آلت بود است که مرکب از چند صفحه که اهل نجوم آن را در طالع بینی و ارتفاع ستاره ها و سنجش ستارگان و ستاره یابی به کار می گرفتند. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق خواه حقیقی و خواه مجازی باشد، سرانجام ما آدمیان را به سوی عالم الهی هدایت می کند. هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. هرچی از عشق سخن بگویم و آن را بیان دارم، چون به ذات عشق می رسم شرمگین می شوم. مولانا عقیده دارد که عشق تعریف شدنی نیست. در بیت 28 دفتر پنجم می گوید در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریای است تو قعرش ناپدید. و نیز در بیت 2289 می گوید شرح عشق ارمن بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. گرچه تفسیری زبان روشن گر است، لیک عشقی بی زبان روشن تر است. اگرچه تفسیر و تبیین زبان روشن کننده این مسئله است، ولی عشق موضوعی نیست که به زبان در آید. پس عشقی که به زبان در نیاید از هر بیان روشن‌تر است. این عشق است که خود را بیان می کند، نه زبان. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. قلم کتابت و نویسندگی همه چیز را شتابان می نویسد، ولی همین که به موضوع عشق می رسد و می خواهد آن را برشته تحریر در آورد، درمانده می شود و بیدرنگ بر خود می شکافد. عقل در شرحش چو در هر گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل و خرد در شرح و بیان عشق میگوید مولانا همچون خری است که در گل ولای گیر می کند، زیرا عشق است که می تواند پرده از اسرار عشق و عاشقی بردارد و رمز آن را برملا کند. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومتاب. دلیل بر وجود آفتاب خود آفتاب است. حالا اگر دلیل بر وجود آن لازم آمد، خود آفتاب دلیل آفتاب است، پس از آفتاب روی مگردان. ابیات اخیر تماما در بیان این مطلب بود که عشق از فرط ظهور و سریان در همه کائنات قابل بیان نیست، بلکه ظهور آن ما را از بیان آن مستغنی کرده است. ملا صدرا نیز در آثار خود به نحو مبسوط از عشق سخن گفت و آن را بر مشرب عارفان ربانی جاری و ساری در همه موجودات می داند. از وی ار سایه نشان می دهد، شمس هر دم نور جان می دهد. اگرچه سایه بر وجود آفتاب دلالت می کند، ولی خود آفتاب هر لحظه نور حیات بخش خود را به همه جا عطا می کند.
یعنی انوار جانفزای آفتاب دلیل بر هستی ذات آفتاب است. در این بیت مقایسه است میان استدلال و کشف و شهود. استدلال به منزله سایه است و کشف و شهود به منزله آفتاب. دلیل ها و آثار تابع آفتاب حقیقت است و ما باید به سوی اصل حقیقت برویم و در سایه استدلال و قیل و قال گرفتار نیاییم، زیرا اصحاب قیل و قال آنقدر در اثر و نشان فرو رفتند که حقیقت را فراموش کردند. سایه خواب آرد تو را همچون ثمر، چون برآید شمس انشق القمر. همانطور حکایت شبانه تو را به خواب فرو میبرد، سایه عقل و استدلال نیز تو را به غفلت و به خبری اندر میسازد. و چون شمس حقیقت بیتابد، قمر عقل و استدلال زائل شود و نور و جذابیت خود را از دست بدهد. در مصرع دوم قسمه از آیه 1 سوره قمر تضمین شده است، یعنی آن ساعت نزدیک شد و ما بر خود شکافت، میگوید خداوند. در اینجا مراد از انشقاق قمر بیان معجزه معروف پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه مراد زائل شدن نور ماه به هنگام طلوع خورشید است. توضیح شق القمر در شرح بیت دفتر 4 می آید که آنجا می خوانیم: خود غریب در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است او را امس نیست. امس در لغت به معنی دیروز. در جهان چیزی غریبتر و شگفت انگیزتر از خورشید وجود ندارد، میگوید مولانا. خورشید جان پایدار است و امروز و فردای برایش نمیتوان تصور کرد. نیکلسون مراد از شمس را در مصرع اول خورشید آسمان میداند و مراد از شمس را در مصرع دوم روح مجرد انسانی یا نفس طاقه. اما این وجه نیز مناسب می‌آید که هر دو شمس را بر روح مجرد یا نفس ناطقه اطلاق کنیم، بدین معنی که روح انسان در این جهان غریب است، زیرا از وطن خود دور افتاده است. چون که ابن سینا در قصیده عینیه میگوید: فرود بیامد به سوی تو از جایگاه رفیع خود کبوتر نیرومند و خویشتندار، یعنی روح تو که در حیطه عالم طبیعی نبود، از عالم تجرد به سوی تو بیامد. اگر غریب را به معنی دور از فهم و ادراک بشر نیت بگیریم، منظوری باید درست می آید، بدین معنی که شناخت روح مجرد یا نفس ناطقه برای آدمی میسر نیست. باز ابن سینا در همان قصیده می گوید: روح مجرد از دیده هر شناسنده پوشیده است، با آنکه روی گشوده و به نقاب دارد. شمس در خارج اگرچه هست فرد، می توان هم مثل او تصویر کرد. اگرچه شمس مادی و طبیعی در عالم خارج تنها و بی نظیر است، ولی در عین حال می توان مانند آن را در ذهن تصور کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. خورشید جان که از حیطه افلاک و جهان محسوسات خارج است، نه در ذهن همتا و نظیر دارد و نه در خارج از ذهن. اسیر به معنی عالی و بلند است. به همین مناسبت به کره آتش که بالا کره هواست اسیر گویند. یونانیان قدیم عقیده داشتند که اسیر جسمی سیال و رقیق است که قسمت فوقان کره زمین را فرا گرفته است. مقصود بیت فوق این است: شمس مطابق تعریف منطقیان مفهومی از کلی که قابل اشتراک است، یعنی افراد زیاد را شامل می شود، ولی به حسب خارج یک فرد بیشتر ندارد، به جهت آن که دنیای حکمای یونان منحصر بوده است. در افلاک نگانه و عالم عنصری که یک منظومه شمس است و بر این فرض آفتاب را منحصر در فرد شمرده‌اند. بنابراین مقدم مولانا آفتاب حسی را با شمس حقیقت مقایسه می کند، از آن رو که نظیر اولین قابل فرض و تصور است، ولی دومین تصور نمی گنجد و ذهن و ادراک بشری بر آن محیط نمی شود و معلوم است که تا چیزی در ذهن تعیین و تشخیص نیابد
مثل و شبیه نمی توان در تصور آورد.